شما اگه میتونید عبدالله جان به تلفن ما زنگ بزنید، باز میتونید که صدای شما از تلفن ما به بله دوست عزیز. عبدالله جان سلام علیکم. خوب هستین جان؟ شما جور خوب هستین؟ چی حال دارین؟ بخیرم که ببخشید مزاحم شدم، سر کار شد باشین شما. خب خواهش میکنم. تشکر. باشین که در سپیکر فون بانم شما را. این در سپیکر فون هستین دوست عزیز. درست است، در خدمت هستیم. تشکر جان. خواهش میکنم. هر سوالی که داشته باشیم در خدمت هستیم. آقا جان تشکر. یک هفته پیش شما در برنامه آقای شفیعیار زنگ زده بودین و راجع به زنبور عسل شما برای شما از شما بخوایم یک سوال شد. باز پیزی که شما جواب بتین اونا گوشگیر ماندن. اگر میخواین جواب بتین برایشان، یعنی ما هم یک لینک اینجا آوردیم که یک چند لحظه گپ زدن آقایان رو گفتن که زنبور عسل میوه نمیخوره. خب به طور است که من زنگ زده بودم برش گفته بودم که شما گفته که در قرآن 1000 غلطی وجود داره. گفتم چرا ادعای در پیش روی خود ما ثابت نمیتونی؟ اگر تو یک اشتباه در قرآن ثابت تونستی، من برات $50,000 برات میدم. درست؟ در حضور خود ما بیا گپ بزن. پشت سر ما 12 سال 12,000 دقیقه سر اسلام حمله فرهنگی تروریستی کردی. اگر واقعا تو مرد هستی تو بیا امروز ما صحبت کن. نه من نه ولید تاج ولی جان تاج نه کسی دیگر تلفنشون بالا نمیکنی، وقتی که زنگ میزنه فورا قطع میکنی. این کارا نکن. و می صاحب از من پرسیده که در مورد زنبور عسل تو بگو امی زنبور عسل چی میخوره؟ درست؟ بله. دیگه من گفتم خب یک بحث تخصصی است، متخصص است. این صلاحیتش نه تو داری نه من که بیایم یک چیز قاضی شویم در مورد یک چیزی تصمیم میگیریم. این بحث دانشمنداست. من گفتم اول لطف کو آیه قرآن رو بخوان، باز من جواب میدم برات. بله. این آیه قرآن رو خوانده گفت که زنبور عسل که از امی گیاهی ها، یعنی از امی سبزیجات چیزا میخوره، از برگ‌های گل از این چیزا که از تغذیه میکنه. بله. و از او که از عسل جور میکنه. بله. گفتی نمی به این مناسب که تو جواب داده نتونی. قرآن غلط است، در حالی که قرآن میگه که از میوه های خوب بخورین و در اینجا آمده که زنبور عسل میوه نمیخوره. میگه کسی که صنف ششم خوانده باشه میفهمه که قرآن میفهمه که زنبور عسل ایت میوه نمیخوره. بله. حساب که است مرا قطع کرد باز امر رقمی که خودتون میفهمی. ولی جان در گوگل اگر به زبان فارسی شما بنویسید که آیا زنبور عسل میوه میخوره، در اوج نوشته معلومات براتون میاد که زنبور عسل هم گیاه میخوره، هم گل میخوره و هم یکی چیز میوه‌جات میخوره. بله. و به انگلیسی هم ساده بنویسید که زنبور عسل میوه میخوره. در اوج هم که صدها تا ویدیو مقالات چیزا که اصلا که زنبور عسل میوه میخوره. بله. باز وقتی که کار به خاطر از اینکه ساده شد مشخصا نام میوه را نوشته کنیم. مثلا زنبور عسل انگور میخوره. بله. نوشته کنیم. خب اونجا که صدها تا تصاویر میاد به انگلیسی. این یک چیزی که کودک در 12 سالان باشه میفهمه که زنبور عسل میوه میخوره. بله. و در جایی که مثلا گیاهی نباشه زنبور عسل نه تنها میوه میخوره بلکه حتی گوشت هم میخوره، شیره گوشت هم میخوره. بله. دیگر میوه میخوره. در جایی که گرمسیل است، در اونجا که گل و گیاهی پیدا نمیشه اونجا هم کس میوه میخوره. بله. پس
پس اینجا کس اولا آیه قرآن شفیع اگر کس غلط متوجه شده چون لو آیه قرآن کس تنها به چیز اشاره نکرده میوه بلکه گفت از چیزهایی که به ثمر میرسه از ثمرات از او کس میخوره دیگه او شامل میوه و گیاه میشه متوجه هستین؟ بله بله دیگه قرآن دیگه اشتباه نیست اشتباه از عیار است و مرا اجازه نداد یعنی اگه اتهام مورد کرد گفت مثلا شما یک موضوعی را که صحبت میکنی حداقل 2 دقیقه 3 دقیقه طرف مقابلتون وقت بده که جوابتون بده این که تلفن میگیری که قطع میکنی یک طرفه مثل از این میمونه که تو در مقابل یک کسی صحبت میکنی دان و دستاشو بسته میکنی بعد دست بلند میکنی خودت برنده اعلام میکنی همونطور است همونطور است همیشه متاسفانه یا قایار اینجا ما 2 سال پیش 2 برنامه ساخته بودیم یکی به انگلیسی یکی دیگه به فارسی که با پاسخ سوال قایار گفته بود که بیاین یکیتان اگر چیستین جرأت دارین که این سوال مرا جواب بدین ما راجع به زنبور اصل هم در انگلیسی یک برنامه ساختم و هم در فارسی متاسفانه اردویش آقا یارم وقتی که تقریبا 1 سال پیش که کانال خودتام از مرام از یک چند دوست دیگه ما که راپور داده بود اونمو خود زنبور اصل هم راپور داده بود اردویش پایین آورده بود امروز ما شما الحمدلله میتونیم که با لایو بیم و تصویر نشان بدیم اینجا بر انگلیسی براتون میخوانم زنبورا اصل میخورن ما مجبور میشن که میوجات بخورن چرا؟ You know, check out the short answer is yes. جواب کوتاهش بله است. زنبور اصل especially in a nectar dearth. nectar که است خود از اونمو ریزی گله که میخوره گرد گله که میخوره او که کم شود مثل شما گفتین مثلا در جای عربستان جایی که بسیار خشک است اونجا رطوبت بسیار پایین میه اونجا گلا خشک میشن گل خشک میشن نکتر تولید نمیکنه و نکتر تولید نکرد مجبور هستن اینا برن در جان چیز دیگه که شیرین باب داره مثل پیچز میگن plums, grapes, apples, figs, ممرای pears این چیزها رو مجبور هستن یا بخورن که عسل تولید کنن این یکی دوم آقا یا گفت که یک بچه از سن 6 میفهمه که از شکم زنبور عسل خارج نمیشه ایره من حیف از کجا شنیده از زنبور اصلا 2 شکم داره یکی با خودش که عزم میشه دیگهش امی خود از اینی عسل که امی نکتار که میخوره عزم میشه امرای انزایمز باز از یک دانه دیگه از یک دانه به دیگه دان زنبورا ایره چی تقسیم میکنن تا به زنبور آخر که در قرآن آمده که زنبور آخر چیست ماده است اگر شما متوجه شده باشین بله زنبور ماده است بله در قرآن هم گفته که زنبور ماده است این حال آقا یار خیلی بر ما بگوید که ما غلط کردیم ما از نگاه ساینس براتون میگیم آقا یار و دوست ما زنگ زده بود بعدش ما اونا گفته بودن که یک کس بالا بیاید که با سوال آقا یار پاسخ بده که چی آقا یار دروغ میگه یا ما دروغ میگیم یعنی ما آمدیم پاسخ دادیم ما امروز براتون زنگ میزنم آقا یار 10 دقیقه بعد شما من لایو یا 4 دقیقه بعد 2 بجه ببینیم که شما چی جواب میتین بر ما اینا ما خود یک برنامه ساختیم براتون به بسیار آسانی چندین بار خود آقا یار که هست زنده باشه وقتی که گپشه که سرش میگیرین یا گپشه که میفهمین برش با دیگه دفعه اونمو یک گپ باز تکرار نمیکنه چون غافلگیر که میشه با تکرار نمیکنه مثلا ابراهیم علیه السلام اونجا آمد برای ثابت ساختم ابراهیم علیه السلام یهود بودن نمیتونه از شجره ابراهیم علیه السلام یهود بودن نمیتونه چون دوران هیچ یهود نبود باز آمد در برنامه دیگه خود در مابین برنامه استاد کرد برنامه خود گفت دوستان عزیز ما که میگیم که موسی یهودی است ما از نگاه دین میگیم وقتی که میگیم ابراهیم علیه السلام یهودی است از نگاه شجره میگیم هیچ معنا نمیده باز معتا میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا هم یهود بودن این چی گپ است کلی یهود شد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که از نسل خویجه که از فرزندان ابراهیم علیه السلام که 2 تا فرزند بله از 2 فرزند 2 شاخه هستن بله یکیش از نسل اسحاق علیه السلام که یهودیا بار آمده بله به وجود آمده از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام که عربا بله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام بله نه
نه حضرت اسماعیل یهودی بود، نه چیز حضرت ابراهیم علیه السلام یهودی بود. این خودتونم ثابت کردن برش و در آیه قرآن آمده که حضرت ابراهیم علیه السلام نه یهودی است نه نصرانی است، بلکه یک تاپرست است. بله. مسلمان است. دیگه یک موضوع در مورد زنبور عسل، شفیع عیار میگه که آقای شفیع عیار شما خیلی خوب توضیح داده به زبان انگلیسی. به زبان انگلیسی کسی اگر ما چیز نکنم دارو صفتانم نکنم شما میتونه استاد شفیع عیار باشه. خب اینا بدون شکر میگم. ولی در فارسی کس من نمیگم که استادش هستم، نمیگم شاگردش هستم، ولی میتونم این آدم شکست بدم. خب بسیار آسانی. انشاءالله به مو حد و توانایی هستیم. اینا میگه که زنبور عسل یک چیزی که است، گلای بطر که است، دان خود میگیره میجا او را به چیز تبدیل میکنه به عسل. این کس یک پروسه است. وقتی که این او را میخوره او دفتن که است، او در دان خود میجا و دفتن به عسل تبدیل نمیشه. او حداقل یک هفته، 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، 5 هفته طول میکشه یا 6 هفته زیادتر کمتر طول میکشه که تا او پروسه تبدیل شود او امو شیره خود به دیگه جذب کنه. یکی نیست که چیز بگیرد فردا عسل شود، این همچین امکان نداره. این خود را یک هفته در دان خودم چرخانده نمیتونه. فهمیدی؟ که بگه که یک هفته بعد چی کرد؟ نه، او را میگیره در میدهش میره، ولی پس از طریق میدهش از طرف دانش پس در کندوی عسل کس رفته میشه. در مورد عسل دیگه شما در مورد عسل به زبان انگلیسی نام میوه‌جات که گرفتن تشریح کردن، بسیار عالی بود. ما اینا میخوایم که فارسی شو بگیم که زنبور عسل چی میخوره. زنبور عسل انگور میخوره، سیب میخوره، انجیر میخوره، آلوی بخارا میخوره، حتی تربوز میخوره. شما پوستای فجابای تربوز بگیرن پته ببره که چطور جمع میشه. و یک چیز دیگه به مردم افغانستان میخوایم بگیم، همین کسایی که در شمال افغانستان است، اینمی یک چند وقت دیگه فصل انگور میشه، انگور پخته میشه. شما در هر طرف نگاه کنید که در روی کراچی باشه، در دکان باشه، در اما جایی که انگور فروخته میشه، شما سعی کنید که زنبورای عسل دور جمع است. یعنی یک طفل 5 ساله 6 ساله میفهمه که او را میخوره. زنبور عسل انگور میخوره، دوست داره، چون شیرین است. چیزی که پیشتر شما گفته شیرین است. انگور که بسیار پخته میشه شیرین میشه، او را میخوره. دیگه با این حساب که اصلا ما حتی در این حساب که اصلا ویدیو تهیه کردیم، اونو در کانال فیسبوک هم است. عبدالله میرزاد وجه که است. ما از نگاه ساینس مقاله را رد کردیم، سند ماندیم دوجه، و همون که پشت سر هم 6 تا اسناد ماندیم. و بالاتر از او که هر کسی میتونه به زبان هر کشوری که باشه سرچ کنه، بگه زنبور عسل میوه میخوره یا زنبور عسل انگور میخوره، زنبور عسل سیب میخوره، باز در گوگل میاره. این را پنهان کردن نمیتونه، این میخواه این آفتاب پنهان کنه. باز من نمیفهم که چرا امی زنده باشن امی افغانای ما، امی هموطنای ما 1,44,000 نفر سابسکرایبر داره، شاید زیادتر هم داشته باشه. چرا اینا خودشون نمیرن و جستجو نمیکنن که آقا یا شما خو یک گپ میزنین، حالا ما که رفتیم میبینیم بیخی گپ دیگه گپ است. مثلا اینو میخوام شما سر چی صحبت کنین آقا عبدالله جان؟ سر زینمی که گفته بود برنامه خود بعد از اینمی لایو خود که رسول الله صلی الله علیه و سلم استغفر الله سر زینب چی شده بود؟ تجاوز کرده بود. بله شما فکر کنید هنوز آدرسش هم نداد، آدرسش هم نداد که در کجا خوانده ای گفته. سوره احزاب آیه 37 من از دوستان خواهش میکنم سوره احزاب آیه 37 تفسیر نور ترجمه محسن قرائتی است. مفصل دوستان میتونه در گوگل که بنویسه سوره احزاب آیه 37 تفسیر و ترجمه کلش مفصل اونجا میتونه دوستان بخونه. او دوستان ایرشان بوده که آیه قرآن آمده که مثلا با پیامبر گفته که آنچه که تو در دلت شک داشته پنهان میکردیم او را آشکار کردیم. عیار میگه چون میگه نعوذ بالله پیامبر صلی الله علیه و سلم در دختر بچه خوانده خود تجاوز کرده، خداوند این را آشکار ساخته. در حالی که رقم نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسا از طریق جبرائیل امین برش پیام میرسه، زنهای از این مشخص میشه که این نفر زنایت است. در او زن زید که است، زینب که است دختر عمه ابن زید است. و او زن رسول الله صلی الله علیه و سلم که است در بین
11 12 یا زنی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده یوم در بین از بوده. بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش خود فکر میکنه ای که زن معصر جبرائیل علیه السلام نشان داده ای چطور زن زید شده ای. بله. متوجه هستی؟ داستان این رقم بوده. باز بعدش چی میکنه؟ دیگه او چون زید که بود برده کی بود؟ بیبی خدیجه بود. بیبی خدیجه اولین زن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. بله. بیبی خدیجه بازور که از به پیامبر میبخشه زیده. وقتی که زیده به پیامبر صلی الله علیه و سلم میبخشه دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم که اصلا ایره در زمان پیش از اسلام بچه خوانده بچه. بله. باز یک آیه قرآن آمد که همین بچه خواندگی لغو باشد. کسی که بچه خونی نباشه و نمیتونه بچه خطاب بله کنه. بله اون وقتا پس این خدمتکار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر عمه‌شه زینب با کی با می زید خواستگاری میکنه. بله. او دختر عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم خوشحال میشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا به خودش خواستگاری میکنه. بله. چون او از یک خانواده ثروتمند بود، از یک مردم بسیار بالا بود. وقتی که میبینه رسول الله صلی الله علیه و سلم او را به چیز خود به خادم خود به برده خود خواستگاری میکنه، بیبی زینب که است بسیار ناراحت میشه. خب به هر صورت دیره قبول میکنه، مدت همراه زید زندگی میکنه. بله. و همراه از اینکه زندگی میکنه همیشه وقت زید تنه میداده. بله. زید از این ناراحت بوده، شوکی بوده. مثلا این رقم تنه میداده که تو یک برده هستی، من شاهزاده هستم، من فلان هستم. این رقمی را به تنگ میکرده. آیه قرآن است که زید امیدن سوره احزاب از آیه 37 است به نظرم. بله. زید را طلاق نمیداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت طلاق نتشه. بله. زید طلاق میداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که تو طلاق نته. بله یا در چی آمده سیرام آمده. بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که تو طلاق نتشه. آخر گپ در جای رسید که هیچ امکان نشد. خداوند گفت که امی کار صورت بگیره و زید را طلاق داد. بله. چون جبرائیل امین قبلا این را نشان داده بود توسط جبرائیل امین در رویاش که زن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بله. در حالی که زن زید است. متوجه هستی؟ بله بله. بعدی که طلاق میده رسول الله صلی الله علیه و سلم میره که از در نکاحش در میره. بله. این به این معناست که به مردم جاهل عربی و زمان بفهمانه که شما این کارا میتونین که او بچه خونده تا نیست. بله. اگر کسی که بچه خونده تا نباشه، زن داشته باشه یا فوت نکنه طلاق میده، شما او رو میتونید به نکاحتون تبدیل کنه. شافعی عیار میگه که این آدم رسول الله صلی الله علیه و سلم سر از او تجاوز کرده بود. من براتون میگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم عظمت و بزرگی رسول الله را میگم. ما 2 میلیارد مسلمان هستیم. بله. از 2 میلیارد مسلمان 1 میلیاردش اگر نمازخوان باشه در روزی 18 بار به پیامبر خدا ما درود میفرستیم. بله بله. در روزی 18 بار یعنی 18 میلیارد 18 میلیارد درود ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستیم. این چیز ثابت میکنه. این شما وقتی که سوره 94 آیه 4 میخونی اوجا چی نوشته است؟ و رفعنا لک ذکرک. بله. ما ذکر تو را بالا میکنیم، ما نام تو را بالا میکنیم. این آیه قرآن ثابت کرده که ما در روزی 18 میلیارد درود به این میفرستیم. بله. زمین مسلمانایی که در زمین است. بله. این که در سوره احزاب آیه 57 است 56 است اوجا آمده که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. الله با تمام فرشتگانش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود میفرسته. بله. این که چقدر فرشته است چقدر درود میفرسته ما نمیفهمیم. یک موضوع غیب است. اما چیزی را که ما میفهمیم که خداوند در سوره 94 سوره نشر است فکر کنم آیه 4 است. در اونجا گفته که ما ذکر تو را، نام تو را، مقام تو را بالا میبریم. اینا میبینه که در روز اگه این قرآن حق نمیبود چطور 18 میلیارد نفر ایرا که از درود میفرسته. تو برای ما یک ایار 2 نفر یاد نمیکنه. 2 نفر یاد نمیکنه روز. فهمیدی؟ این مزرف قدر چیزاش میاد در روی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخزه. تو برای ما یک نفر در دنیا نشان میدی که او این رقم شهرت داشته باشه. یک موضوع دومی که مایکل هارت، شما خودتون امریکایی مایکل هارت بله بله نویسنده بهترین کتاب است. 100 مرد بهترین جهان. بله. 100 مرد تاثیرگذار جهان. در کتاب خود نوشته میکنه که رسول الله او که از خودش مسیحی است. مسیحی بله. دینش مسیحی است. مسیحی ها اعتقاد داره که حضرت عیسی علیه السلام بچه خداست. سعی که بچه خدا را از مقام اول پایین میاره در مقام سوم میاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقام اول بله خودش آورده. این میتونه دوستان راحت در انگلیسی نوشته کنه who is the best man میاره رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته کنه مایکل هارت
کتابش میاد 100 مرد برتر جهان یا 100 مرد تاثیرگذار جهان. یک موضوع. کتاب دیگه است که یک دانشمند انگلیسی نوشته، عذر تقصیر در پیشگاه محمد و قرآن. بله. در صفحه 13 و 14 می نویسه. در صفحه 13 می نویسه که آنچه که مستشرقین یعنی غربی ها درباره پیامبر میگه، دامن پیامبر از این چیزا پاک است. بله. دامن پیامبر پاک است. در صفحه 14 نوشته میگه رسول الله نابغه و افتخار بشریت است. بله. گاندی که یک از مشهورترین سیاستمدار هند است، در کتاب به نام هند جوان صفحه 1928 میگه من معتقد هستم که خیلی ها میگه که رسول الله پیامبر اسلام با زور شمشیر دین آورده. میگه من معتقد هستم که او با بی‌نهایت انسانیت، خودگذری و شکستگی توانسته امی پیام برسونه و مردم با خود جذب کنه. من به اعتقاد ندارم که دین با زور شمشیر آمده. مثل از این من میتونم 100 تا منابع به عیار بیارم که دانشمندای غیر مسلمان بله گفته که هیچ کسی در تاریخ بشریت نیست که خودش قدر رسول الله بتونه چی کنه، مقایسه کنه. بله. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم اول که یک پیامبر درس نخوانده بود، درست است، بعد به توسط جبرئیل امین تربیت شده. همین سوره همین آیار که میگه سوره جمعه آیه 2 بخوان، خود در سوره جمعه آیه 2 رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن تلاوت میکنه. آدم بی سواد تلاوت نمیتونه. من حال در ذهنم نیست آیه قرآن است که الله سبحانه و تعالی میفرماید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه که تو نمیدونستی ما به تو آموختانیم. چرا نمیدونستی؟ خواندن نمیتونست. رسول الله صلی الله علیه و سلم بی سواد نموند تا آخر عمره. بله بله. بفرمایید. در خود زنمی موضوع زینب رضی الله عنها شما برین در کتاب امی قصیش در کتاب تبری است. کتاب تبری در کتاب باشیم که کتاب ازدواج بله. در صفحه 3 اینمی آمده، اینمی قصه رسول الله که رفته بود پشت زید رضی الله عنه خدا بخشیشانه، پشت زینا رفته بود که دیده بود که تنها خانمش است. تو درون بیام نه ما درون نمیم پشت خود دولت رفت. این آقا یار میگه نه در سر زی تو نزد الله سر زی ازدواج کرد بالا زینا. شما من نمیفهم که بیننده زینا چرا نمیرن خودشون اینو نمیخوانن و خودش بیننده‌اش باشم ولی جون هم گپ تا یادم نرفته. جای بیننده‌اش باشم میگم به عیار که زنگ زدم میگم اما کتاب ابن اسحاق معتبرم نیست. ولی خود نیست. اما کتاب بخوان ولی صفحه‌اش در پرده تلویزیون در پرده کامera نشان بده که در کجا چی نوشته شده. از پیش خود چیزی را به او اضافه نکو. بله. وقتی که میگه که در کتاب آمده، من کتاب و صفحه‌اش پیش پرده تلویزیون بیار که کلگی بفهمه که میگه آمده. در غیر از تو اومده بسیار بزرگ زدی و کلگی میفهمه که تو اومده بزرگ است. بله یک چیزی هم گفت که بعد از اینکه خود زید خبر شد که این کار شده رسول الله روبرو کرد. سعی کنید شما دروغه. این کجا نوشته است؟ درست است. این کجا نوشته است؟ یعنی این بیچاره ضعیف شده، بیچاره شده، ناتوان شده که یعنی هر چیز چنگال می‌ندازه که باش مردم دیگه هم کش کنه طرف خود. بله. یک دروغ کلام. در گوگل که نوشته کنید سوره احزاب آیه 37 در اوجه که مترجم کسا محسن قرائتی است. بله. تفسیر نور محسن قرائتی. بله. سیر و پیازی موضوع که است آخر کسا چی که ذکر کرده. بله. دوستان میتونه اونجا رو بخونه باز بیان سعی کنه که عیار چقدر دروغ گفته. بسیار دروغ میگه. بسیار. من نمیفهم که هدف از اینا چی است، چی میخواین، چی میخواین. من نمیفهم که دروغ آدم باید نگویه. یعنی من یک وقت گفته بودم که اگه آقای عیار راستی میخواست که افغانستان به نظر خودش افغانستان شکل بگیره و ترمیم شوه تیار شوه به این رقم نه که تو بری دین به 40 میلیون نفر در داخل افغانستان تعیین کنی، زیر سوال بیاری، با دروغ بسازی. دروغ باز میخوایی که اونا را طرف خود کش کنی، امکان نداره. با توهین که سر کش کرده نمیتونی طرف خود، هیچ امکان نداره. 100% هیچ امکان نداره. دیگه او یک موضوع دیگه بود که من برنامه ساختم در سر حلال. گفته بود که نه گوشتایی که عیسوی ها می‌سازن حلال است. تو درست در یک دوران بود. امروز او رقم نمیکشن. امروز گاو اگه شما ببینین در یوتیوب شما برین
گاو امرای مرمی ده فرقش میزنن. یعنی گوشت که ما میخوریم در امریکا امرای مرمی یک میخ هست، این کلان یک میخ هست. امروز رو میخ فرقش میزنن. خود چی رقم حلال شد؟ خداوند گفته که چیزی گوشت بخورین که یک حیوان دیگه نخورده باشه و گوشت حیوان نخورین که به شدت کشته شده باشه. درست است. به خاطر که او حیوان که است وقتی که تو حلال میکنی شرکای از او گردنش زده میشه، خونش زود میبره و او کس زجر نمیبینه. این که در سرش میزنی او خونش در رگهایش هنوز باقی میمونه. خونش از جای نمیمونه. وقتی پختن او کس بیرون میشه و انسان ممکن است به مریضی و چیزا مبتلا بسازه. حرام حلال است. حلال به این خاطر چیزی که پاکیزه است به انسان ضرر نمیرسونه و عقلی و منطقی است. او را حلال گفته. چیزی که به انسان صدمه میزنه و انسان به اون نقص داره او را حرام گفته که انسان صدمه نزنه. این از رحمت و عظمت پروردگار است که انسان از چیزهای ناپاک، مثلا گفته زنا حرام است. چرا زنا حرام است؟ چون در نطفه زن 50 نفر که وقتی که یعنی در غرب میتو میشه یک زن 50 تا 60 تا 70 تا 80 تا شوهر داره. خب اینالی که میگه اسلام 4 تا زن حق داره و این هیچ وقت سوال نمیکنه که چرا در غرب یک زن میتونه 100 تا شوهر داشته باشه. اینالی بازو که است وقتی که هم خوابی میکنه وقتی خب چی کاندون نبود از کل خارا برادر مذهب میخوایم دیگه او از نطفه مد گرفته میشد، اون مشخص نمیشد که او از کی باشه. خب برای همین تا 3 ماه یا چقدر وقت است اون مشخص نمیشه کی حامله دار است یا نیست. یعنی یک زن که امروز یک نفر هم خوابی کنه باید 3 ماه صبر کنه. فکر کنم 3 ماه 2 ماه باید صبر کنه. باز بعد از اون مشخص میشه که حامله هست یا نیست. اگه حامله بود باز میفهمه که مطلق مریضی است ولی زن نمیتونه 3 ماه صبر کنه. بله. گپتان راست است. خیلی درست. خب دلو جان دیگه چی موضوع میخواین گپ بزنین؟ من میفهم که برنامه اول ما قرار موضوع چی ما نداریم، اما چی را میخوایم چتروم بخیر رقم کنیم که شما بتونین بالا بین و شما بتونین که آواز نداشت. بله حالا فعلا خوب است. و ما گوشکی فکر کنم بگیرم. در آینده با سعی میکنم که از اون طریق کم زر صدا با کیفیت‌تر به از اون طریق چی میکنم. فکر میکنم برای امروز همینقدر که معلومات دادم کفایت میکنه. صحبتی که کردیم دوستا همین چیزایی که گفتیم کل سند است، میتونه مراجعه کنه. در گوگل در اینترنت چیزی شما به زبان انگلیسی گفتین ما فارسی، شما فارسی گفتین ما فارسی گفتیم، دوستا میتونه کلش مراجعه کنه نگاه کنه. باز ان شاء الله در پروگرام دیگه یک موضوع مشخص میکنیم سرش حتما گپ میزنیم ان شاء الله تعالی. تشکر عبدالله جان. تشکر از خواهش میکنم. خوشحال شدم. خدا تشکر از خدا. خدا. دوستان عزیز تشکر. یک جهان که شما برای ما بخیرم که نیم ساعت بود کشیدین. تشکر. میفهم که موضوع است که بسیار موضوع است اینجا، اما اطلاع است که بسیاری چیزا که آقای یار میگن یا البته دیگران مثل آقای کروش و مسعود و دیگران که من مثلا کوش آزاداندیش ما خواهش میکنم که خودتان برین این موضوع رو بخوانین. بسیار یک چیز ساده نه زنبور اصل بسیار یک چیز ساده برین دربارش بخوانین. وقتی که یک جای رطوبت کم می داشته باشه مثل عربستان ولی خشک است عربستان دو وقت خصوصا دو وقت امروز عربستان را یک ذره با نگاه تکنولوژی و ساینس و کمیستری چیزا یک ذره سبزی را زیاد کردن، سبزه و یار زیاد کردن و دو وقت نبود، خشک بود بیخی. وقتی که رطوبت پایین میشد در یک جای میرسید باز گلا رشد نمیکردن زود خشک میشدن. بازی زنبورها اصلا مجبور بودن که برن از شینیبا خود از میوه بخورن باز پس ببرن در خانه خود باز مو پروسسینگ شروع کنن. دوستان از یک جان تشکر که امروز ما بودین و میفهم که بسیاری شما لایو چون عادت ندارین امروز لایو ما شاید وقتای لایو بیایم که شما علاقه نداشته باشین و این دفعه اول است یا دوم که ما لایو آمدیم از این بعد ما لایو خود نشر میکنم. کوشش میکنم که هر یک شنبه بیایم چون من شنبه ها وقت رخصت نیستم، اما روزای یک شنبه خوب تر از کنم بیایم و اینی پاسخ بود به آقای یار در مورد زنبور عسل و یک چند موضوع دیگه که دوام علایده برنامه می داشته باشیم. با شما میتونین که به توسط از اینی اتاق بالا بیاین امروز ما گپ بزنین. اگر نمیخواین که رویتون نشون بدین نتین چی که امروز ما هستین چی که نیستین
ببخشین و چی که امروز ما هم نظر هستین یا نیستین خیر است. اگر نمیخواین که رویتان معلوم شود صرف کمریتان رو خاموش بسازین و بیاین بالا امروز ما صحبت کنیم. من چند چیز باید بکنم که رعایت کنم، باز انشاءالله تعالی بخیر در آینده در برنامه آینده همراه شما باز می باشیم انشاءالله.